نیمه خوب و خوش کسب و کارها رو شما میبینید، ولی یک نیمه پنهانی هم وجود داره که شکست‌ها، ناامیدی‌ها، اتفاقهای منفی که برای اون کسب و کارها پیش اومده رو داشته که از دل اونها و اون شکست‌ها موفقیت شکل گرفته. اینجا جفت 6. از دیروز تا حالا فکرم درگیر اینه که جفت 6 زندگی من کی بوده. من فکر کنم جفت 6 زندگی من زمانی بوده که من تونستم خودم رو توی تیم ملی شمشیربازی ایران ببینم. زمانی که قبل از اون تونستم بسکتبال بازی می‌کردم و یه بازی کاملا گروهی بود و بعد از اون من وارد رشته‌ای شدم که بازی کاملا انفرادی بود. توی اون یاد گرفتم که بتونم روی توانایی خودم تصمیم گیری کنم و روی خودم سرمایه گذاری کنم. جفت 6 زندگی من یه اتفاق الزاما مثبت نبود. اون روزی که من دچار یه مشکل قلبی شدم و این باعث این شد که من چند تا استنت توی قلبم کار بذارم و اون تغییراتی که اتفاق تو زندگی من ایجاد کرد، واقعا الان که به گذشته فکر میکنم میبینم جفت 6 من اون بود. تاسو تو تخته رها کنی، حول یکی از محورها قاعده‌های خودش شروع کنه چرخیدن و اون عدد 6 بیاد جلوی من. آشنایی با یک سرآشپز ایتالیایی به نام چیچو بود خارج از ایران که کلیات زندگی و دید منو نسبت به غذا، به آشپزی، به بو، طعم و عطر عوض کرد و باعث شد من کلا برم دنبال این قسمت از زندگی، کار و چیزی که الان کاملا درگیرش هستم و خوشحالم هستم که درگیرش هستم. شانس زندگی من این بوده جز اون دسته از افرادی هستم که رضایت بسیار کامل از کارم دارم و زمانی که من وارد کلینیک میشم هیچ چیزی جلودار من نیست برای صد بودنم توی کار و تمام افکار، فکرهای منفی، مثبت، حتی خوشحالی، شادی، همه اینا کنار میره و فقط اون لذت از کار هست که به من انرژی میده و من اصلا توی کار خستگی ناپذیرم. این جفت 6 زندگی من. کارم بهتر شد، وضعیت سلامتیم بهتر شد، ورزش رو به صورت خیلی خوب شروع کردم که الان خیلی دارم ازش لذت میبرم و در یک کلام اون جفت 6 و اون اتفاق ناراحت کننده به ظاهر باعث شد که من آدم متعادل تری بشم. جفت 6 کار من استمرار است. اصلا مهم نیست که چقدر قدم برداریم، مهم اینه که هر چقدر کوچیک به سمت جلو باشیم. همیشه من میگم یکی از داستانایی که ما نمیتونیم کار بزرگ انجام بدیم به خاطر اینکه میخوایم کار بزرگ انجام بدیم. لط داستان منم میتونه مخالفت تمام اعضای خانواده با انتخاب کردن این رشته باشه که تونستم با توجه به استمراری که داشتم خود واقعیمو نشون بدم و به نگاه خودم شاید بتونم بگم موفق بشم. و اما لط من از اعتماد و پشتوانه شروع شد. اعتمادی بیش از اندازه‌ای که داشتم و پشتوانه‌ای که فکر می‌کردم که همیشه هست و اگر سقوط کنم اتفاقی بیفته هستش. لط من اون لحظه‌ای بود که هم اعتمادم رو از دست دادم، هم پشتوانه و تکیه‌گاهم رو از دست دادم. جایی بود که از اعتمادم سوء استفاده شد و از اون برم پشتوانه ها ما از دست دادم. جایی که فکر می‌کردم پشتوانه ها واقعی هستن ولی در عمل اتفاقی نیفتاد. هم سقوط معنوی رو تجربه کردم، هم سقوط مالی. از هواپیمای ترکیه خارج شدم برای که بتونم توی ایرلاین کار بکنم به عنوان مدیر که اون ایرلاین یک ایرلاین لوکاست کریر یا همون ایرلاین اقتصادی بود که در ایران اصلا شناخته شده نبود. من فکر میکنم اون لط دادنه مصادف شد با زمانی که برگشتم ایران، رستوران خودم رو خواستم راه بندازم و راه انداختم. همه چیز عالی پیش میرفت، فقط کجا لط دادم؟ اول بازی نه آخر بازی. جایی که اطلاعات کافی در مورد نحوه قرارداد، چجوری بنویسم، چند ساله بنویسم که مالک تو اوج بیزینس مغازش ازم طلب نکنه و لط دادیم و مارس شدیم 2-0 بازی رو باختیم. من همیشه برای کلینیک استانداردهای بین المللی رو در نظر میگیرم و همیشه تمایل دارم که به اون نزدیک بشم. زمانی که من از یه جایی در واقع انتظار کمک و حمایت داشتم و حتی تشویق، در رابطه با این استانداردها به من گفتن که
چرا اینقدر اضافه کاری، چرا اینقدر تجملگرایی. و این خیلی منو در واقع تحت تاثیر قرار داد و ولی من متوجه شدم که اتفاقا راهی که دارم میرم راه درستیه و ادامه دادم به داستان. خب من واقعا نمیدونستم یه زمانی اینقدر آموزش تو جذب منابع انسانی تاثیر داره و ندونستن خیلی به من ضربه زد و علت بزرگی بود و این شد که رفتیم دنبال جذب آکادمیک و سیستماتیک منابع انسانی و الانم واقعا بابت این موضوع خوشحالم. اتفاقا جفت شیش من با لت من گره خورد. اون سقوط باعث شد که من بفهمم که خودم باید این کارا رو انجام بدم و منتظر کسی و تکیه‌گاهی نباشم. اونجا بود که نقطه عطف زندگی من شروع شد. اسکالش هم از همین مسیر داره ادامه میده. آدم‌های اطرافمون رو، پرسنلمون رو درست بشنویم. بیاین از امروز امتحان کنید. مدام با آدم‌ها چک کنید. آیا درست رو شنیدم؟ منظورت این بود؟ شاید 80%، بیشتر از 80% متوجه میشیم که اشتباه آدم‌ها رو فهمیدیم، چون پر از سوگیری شناختی هستیم. وقتی بتونیم پرسنلمون رو درست بشنویم، مطمئنا میتونیم بهترین جایگاه قرار بگیریم. اگر شکست میخورید، اگر اتفاق بدی برای شما میفته، شاید تو همون شکست ها فرصت ها نهفته شده و ازش شما میتونید بهره برداری کنید و دوباره شکوفا شید.